چیو طالبورا امروز با یا به حکمت یا برخورده شدن تاجیک مادر من مادر خودت اومد در 70-80% تاجیکستان که در چی زندگی میکنن 70% در دهات زندگی میکنن آنها از برق محرومند. همین اصلا برق در تابستان در کار نیست، در زمستان در کار. بله در زمستان برق نمیشه با همین لاف میزنن همین بخیزن گام میزنن گویا که از ویا دیگه در چی نیست در دنیا سویتای میگم ایو دیگه آدمی تازه و صاف خدمت کردن در میلاد نیست. همین خدمت عادیه که یک باید شکر را باشه بعد همین روشنی که خیلی احساس میشه با تاجیکستان با افغانستان میفروشنش چی گونه ما دیگه چی جای مقایسه با دیگه کارها است امام رحمان یا که حکومت امروز را باور کنید نکنید مردمی که ما را میشنوید ما یگان سری تنگ نداریم. ما این شخصا من یگان سری تنگ هم ندارم سری ترس ایاتش ندارم نداشتم این زندگی بدم نداشتیم این نداریم. ولی وقتی که میبینیم که باید نوعدالتی میکنن وقتی میبینیم که باید در دوره نوعدالتی خود بود به همون دروغ به همون نوعدالتی خود جامعه دروغ میپوشونن مجبور میشیم که سخن گوییم. برادرای گرامی هر آن کسی که بلاگرایی که امروز به شما برآمده شما دفاع میکنید از حکومت مرحمت دفاع کنید حق دارید ولی با دلیل دفاع کنید زیرا که ما و عموما مردم هر روز با چشم سر میبیند که حکومت چگونه دروغ میگوید مردم 30 سال باز دروغ همین پیام های ایسولاش با اصولای همین پیام رحمان اگر مقایسه کنیم این پیامش و اون پیامش یگان دو سه کلمش فرق میکنه یا دو سه امر فرمانش همش دروغ هم. پیام این نیست پیام باید در چیکار کرگید همین سال 2020 دقیق انیش برای نشوندی مردم. بله همینجا یا برادر قبول نکنیم چی گفتی برادر فرهاد بعد من یک 5 دقیقه میبرم شما صحبت کنیم خواهش میکنم که کمتر وای شدم باشه. خب جمشید شما همینجا 5 دقیقه صحبت کنیم من میام موزیکی با که وضعیت بیا سر دم عروس پادو چاپلوس نه که اروپا رفته یک شوک سوز میپوشه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر فرهاد امیدوارم خوب باشی. سلامت باشی. با تربیه کردن چاپلوسو اگه حیات موسوخ تمام شد چو کنیم نه برادر جمشید ورا چی میگن روسو میگن که гарбати могила исправить не که همون چاپلوسا رو همون قبر کارشون میکنن و فهمیش نداشته باشن درک نداشته باشن عقل نداشته باشن که مقایسه کنن راست و دروغ و نتیجهش هم همین میشه که ما میگیم به گوش اون نمیرسه به گوش اون نمیدروه. اگه فرهاد تحلیلات زیاد ایده سابق در کار بار عمل رحمان و بعدا شما خواهی یک شاخه حکومت فعالیت کردین میدونین ما شما را نه از چند قدر از نسبت همدیگر در شخصی حرمت احترام داریم در منبر مقصد سیاسی مردمی باور کنم با مثل کماندیرهای سابق خواه طرف فرونت خلقیش باشه خواه طرف حزب نهضت باشه رحمانوف همه را با کدام مکر کشت حتما به دست یک از دیگه به دست خودش کشید به نام یک شخصی بگنو بگیم گرفت افورمیتش کرد اینا نوزی همه یک 3-4 تا پرچوگانی بیچاره برومد یک نونی دان ما بیو بیچاره دیگه قطعی ایوب یو دیونا نسانی پاتسانکو بو 3-4 تا دیگه همو باقلوش رحمانوف رنگ همو بخچان وری همه وقت به همو زن حکم شوهرش رشک میکنه ای رحمانوف نمیگذاره پروست اول هم کامش گفته که مرا مخالف قابلانی کشتنی گفته چیکار میکردنی شما را ما دوست می‌داریم حرمت احترام عزت میکنیم برادر ادیبک ایوب این قدر شما ما را کمک هستین الله شاهده تبلیغات ما را دیگه برادرای ما را شما کمک دستگیری داریم ما شب و روز داد میزنیم لایک همون اینو که تبلیغات برای مدیا شبکه
тамошо кардан буда метарсанд. шумо сагромро мегин реклама мекунед. чикори бад карден шумо ба медонин? беҳтарин кора кардестен ки дар уҷо моро шумо нишон метен. уҷоро шумо сохтен ки кӯмаки мо шавад. шуморо баръакс дар кор шавад. рӯз соатш бия алло шоҳида ба ӯ кӯмакҳо мекунед озӣ. امنیت شما چی میکنیم؟ تامین میکنیم. امنیت شما را تامین کردن نکنه شما را وزقه و نون و پول مول خانه و در دان نکنه به خدا قسم ایزوراش ممبر یک هم یک لایک مونه که یک ویدیو را کسا بر نشون بده کویو که در واتساپ مقصد سلیکن شدن میکنم ادام پرتو های شب روزو را میدونید. امروزی برادر ما میگیرن آشکار در کانالشون تبلیغات ما و شوره برن. شما دوست موین عزیزی موین. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. فرم برادر. اگه جمشید جون بخشش که اگه پیش گپ در اومدم همین 10 مینوت ما گام میزنم میبرم تمام. خب. همین طرفدارای حکومت هم میگن پدانالت بگو ای دولت باوری داری چی به بچهره نمیبره گپ زنی بگو. پدانالت او خبگو باوری داری که همین مخالفات ان شاء الله روز نه روز پیروز میشوند. میدونی که پیغام میبرن گفتی چه اما ایو ورستری بطولکارم میشنونند بخشش که تحقیق میکنه پدانالت با چهره نمیبروی گپ زنه. تو قمی باوری داری در رحمانو ببرو با چهره ببرو در بشنوسد مردم تو کی پدانالت ها گفتی چه ای پشتی پردت کلمه که پیروزی بعد اما گفتی محمد اقبال واره میدونم بولی سکی را طرف ما میکنه ما طرف شما بدیم ما مواجبه بدیم. پدانالت با چهره ببرو بگو پدانالت ها بگو با چهره ببرو گپ برادر عزیز بخشش باشه چی کدام نیت ارزو را داری بعد از سرنگون شدن این ظلمی که امروز نوع مهاجرو دفاع کدو نوع بایدش یک قسم نونوارد هر یک خانه بگیم ما مهاجریم برادر مهاجره چی شایتونی که سایتونه که مهاجرو فهمیده سن که برادرو ما شما را اگر وقت ساعتی که گفتیم بدور شیم پیش ایما اکود دارو گفتم بدور شین اگر همه کسا درمو هر وقتی که پگاه بود بدور میشموز برادر عزیز باید سری بلند در وطن بدیم. انشالله شما دودارویم تولد چنده برادر عزیز؟ 2002 2002 برادر عزیز. من هم چه یک برادری بگیم کلون تین اکای فرود چند سال کلون باشه مقایسه که ماتماتیک برای خود برور که شخصا من 12 سال برچکه برای خود زندگی نخلی پاپاتسانس که مرده ایست قرضور شدم که اکای ایما کلون همه قیمه را ندان که من امروز قطره بتم انشاءالله انا گفتی چی که پایان شب 30 سفید انشاءالله ای پدانالت بگو خمی 30 شب همی کور میفهمه کور همی دلش چشمی دلش میبینه که اوه این شب ایش روزه پدانال نمیفهمه یا میفهمن دیونه دونا خیلی نه مردم طرفدار هم حکومت ده انشاءالله ما همی طرفداریم که سرنگون شب پدانالت تا نداره کلمه لایق وظیفه را پیش برده میتونم روبرش هم یک کانون در وطن بیاویم گفتی چی که همین آزادی حقیقی شود. زنده با شیر نر شما قنات هر یک برادر و دوست و خواهر و اپاین شما را قنات هر یک مرد بچه های همین ولایت نوحیه و ده های ما این اکای فراد اگم چه گفتنی داری داری برادر یا که بعدا هم برادر قبول کنیم که برادر تو ببخشم. سلامت باشه برادر خیلی گپای خوبم زد. ما واقعا ما مردم تاجیک ما مخالفین احتیاج به چنین برادرها بسیار داریم و هدف و مقصد نهایی هر یک مخالف همین است معین است که و باید همین رژیم دیگرگون شود به جنگ به خونریزی به یگان کشاکشی زیادی فقط باید مردم همین چیزا درست درک کنند درست بفهمند که اگر به شرطی که خودشون نخیزن از حقیقت دفاع نکنند هیچ ملت بیگانه هیچ نفری برای آنها نمیاد تغییر بیاد دیگر کنند. هر انسان باید هر مخالف هر نفر برای تقدیر آینده ملت دولت خودش باید فکر کند زیرا که ما حاضر یگان تاجیک من باور دارم که 99% تاجیکا برای فرداش برای 10 سال برای 15 سالش برنامه ندارن نه جواناش نه حکومتش از این رو ما نمیدونیم که به کدام سمت رسیده شده ایم
فردا ما چی انتظار است؟ پس فردا ما چی انتظار است؟ از این رو سرجمی برای ملت و آگاه شدن برای یک دولت سالم که ما 80% حداقل 90% قوای کاری در داخل کشور باید کار کند، باید ما همیشه دولت بسازیم. برای همین گونه دولت ساختن باید ما هم آگاه باشیم از جنایت‌های این مردم، از جنایت‌های این حکومت که امروز دارد هر روز ده‌ها جنایت انجام می‌دهند با دروغ و جامعه قانونی بشونند و پسان باز از روز دیگر روزی نیست که ده‌ها جنایت علیه مردم نکنند همین حکومت امروزه. برادر فراد من سوال دارم، اگر تا حرف یش همه جنایت میکنه همه روزه. یک سوال برادر عزیز، کمیته امنیت ملی برابری سیمین یتیموف سابق رئیس کمیته امنیت در روز سالو شما مقصد کار کنین فعالیت کنین، میدونین اومدن کمیته ساختن کمیته امنیت به دست یتیموف کدام نمود جنایت هایی که بگیم غیر انسانی را برای مردم یکم عمل دستگیش چی بود برادر عزیز؟ راستی گپ همین من سال 2010 من دانشجو بودم، 2010 سال پنجم کورس میخوندم، دیگه ابرزمانی بوده که راستی وقتی حادثه‌های غر رشت شدن غرم اما علی بی حادثه‌ای که علی بی دکه بعد نیست کردن همین غرم و عیسی مخالفه گرفتم گی تو همون سال 2010 نمیدونم تو مدن یتیم و نامش عبدالرحیم بود، برای که همون اخبارا هم گوش میکنیم و گازیتا میخوندیم آگاه داشتم. یعنی که امنیت فقط همون کامپیتنسی است که همون کاری که وظیفه‌ای که با دوش او گذاشته شده است همه انجام میداد. همین مثلا تامین امنیت ملی، اینجا تروریسم اکستریمیسم این به خاطر دولت همون احازی امنیت به همه کار داره، به همه بعد از کمیته شدنش به همه کار امنیت کار گرفته است. بعد از اومدن یعنی سیمین یتیموف روز گپ 2010 ایستباد بعد هم 2010 بود ده که یو روز گپ و بعد از اومدن رحیم رمضان با کلی یک بوره بعد یک پخلو گشتن و فضای تاجیکستان اوسته فرمای همه به سمت تاریکی رفت، فرمای اشتور با فرمای خر خوب تبدیل یافت، همه به سمت تاریکی رفت اوسته. روز به روز قانون‌ها زیاد شدن، خب روز به روز قانون‌ها زیاد شدن، شکنجه، فشار، تهدید، شکنجه و تهدید ظلم بالای مردم بسیار شد و به حد رسیده است که یک کارمند عادی امنیت یک مفتش میگیره غیر قانونی پرونده میشه به زیر شهروند و همون پرونده که همین روشکه که در دست هست بله همین روشکه در دست است نماینده یعنی مفتش امنیت یا که وزارت کارهای داخلی است نویس که جمشید شریفوف این همین کرد کار کاری نیست اوما در سود رفت با این بعدی او باز سه مادامش نه کی بود این بعد 2015 نه که بعد رئیس سودی عالی شدن یعنی شیر محمد شاهیان که من این از سال 2010 میشناختم همچون در انتخابات 2010 نماینده همین از حزب خلق دموکراتی در ناحیه سینوی شهر دوشنبه بود. اما من که در پارلمان آموزش عمومی بودم نفر من نماینده بودم خب میشناختمش و در همون سیمون صورتی و همون محل میدیدم سیمون صورت این بسیار غیر انسانی که داشت به خاطر چی؟ به خاطر اون که بسیار آدمی که درشتی آدمی چی بود
و به 2015 وقتی که همین نفر سود با سود عالی رئیس سود عالی شد، رئیس سود عالی شد، تمامی همین چیه، تمامی پرونده های ساخته را گذران، نه مفتش نویس چیزی سود های ایبولا های پیشتر خواند. آدم ها رفتن 10 سال 15 سال 20 سال حبس ابد. مقصد چی؟ مقصد از اون که همینا برای ملت دولت اینا دشمنی کردن، برای ملت دولت دشمنی کردن. ملت دولت اینا سرزمین تاجیکستان، دولت تاجیکستان قطعی مردمش در این حکومت از دولت عموما شاخش یعنی که علاهیده حکومت یک گروه هست و دولت با مردم خط چی شدن اکا الماس؟ این چیکار کرد؟ به فکرم اینترنتش ضعیف بود یا که کدمه زنگش زد برمد. های چی گفتن این مردم؟ های دقیقه باش اگر اکا الماس. خب اینترنت پیدا کردیم، مردم یک بار گفتیم برسونه که با سامشون برادر و دوستا یک بار یا سلام علیکم و رحمت الله برکت. امیدوارم هر کسی که ما را میبینین در این شبکه برادر مبارز اکای الماس دوست و مهربان، یک از شاخه‌های مبارزینه که میخواد که رحمانوف امروزه خودپرست بودپرست سرنگون کنه و طرف وطن ملت خودک خدمت داشته باشه. در کانال ای برادر و دوستا سابسکرایب کنین، لایک فراموش نکنین، کامنت‌های خوب و منطق بنویسین برادر عزیز. درباره برادر الماس باشین. اکو در حالت‌های تنگی اگر تو نپرتوین، مردیتون در حالت سختی امروزه ملت نشون میتین. سلامت سربلند باشین. میگذاریم سر موضوع برنامه اکای الماس. فرام برادر عزیز، سر کدام موضوع میخواستین که امروز شما یک صحبت داشته باشین اکا؟ ما در خدمت شما. اگر کم دوستا باشه در استریم طرفدارا مقصد چاپلوسا امروز یک نوار تماشا کردم، یک کس روان کرد، کسی ایوب تهدید داره. ایوب میگه که مقصد من مخالفا میبرن. من گفته هستم که شما برنامه رحمانوف شما را برواز دیدیم و با رحمانوف خودش شما را گم میکنه. مایرا کلماز در بالا بخشش شما گفتین، مقصد کامنتر رو کردیم، ما کنده تماشا کردیم. میخوایم که نظر نقطه ما را برادر از این مسئله بفهمیم. بله، فکر نظر تبو که واقعا تو میخوای همین ادیبه که تمام اکا مختصات فویس همین برادر عزیز. تمام. خب یک بار یا سلام علیکم برادر ایوب جان، برادر ادیبک جان، مرا در تت در ما بکشه خشونی حکومت کیست جگر یکش چه خالت برای ما را کارای شیرینک و قندالات کردی که امروز خود برادر عزیز اومدی هم بهشتی که میخواستیم یک جای ان شاء الله میداریم. میگذاریم سری اکا هم جورا کدام میتره زدنی بده چیکار کنی بده. الله شاهده ما زورا میکنیم، پول میتیم که ما را کانال بسازن و تبلیغات برادر الماس برن لایک مونن کامنتری به منطق بنویسن. ما جای تبلیغات میکوبیم. دادرکو داریش جان الماس جان، در سر کل جان ایوب جان، شما یاردمچی به خدا مخالف بودین. اگر کی در کار شوه مرده اگر یک زبار بگذار حکومت رحمانوف تشکیل کنه، آشکار برای امنیت عمد بچه خورد خوراکش دستگیریش برادر عزیز الله شاهده ما نمیدزدیم فهمید بین یک اون رزبور رو میکنیم. ما پاپاتسنس جمعش میکنیم بر تورید میکنیم. چند تا اخرانی در کار هم اخران تو میگیریم بخدا کار پیش بردم گیرین خیلی نکنین. سابق هر یک فرانت خلقی شهر نروی که در داخل حکومت بود و بعداً اومد میخواست که با کار بار خودش یک کار خوب را انجام بده، رحمان فایباین برچون شما شهر نری ملت شما مبارزای هستین که این خدمت که کسی به خدا قسم های برادر ادیبه قطعی ایوب ما کارو نکردیم. یک کانال شما در اختیاری در بگیم تبلیغات ما بدونین این مرده که خب ما هم در زندگی ما برای خودمون مولتی تیار کردن میتونیم که خما بشین در جای تماشا کنم. شما دوستای ما جگرای ما به خدا ایبر برو پتسناقات میبرم مم خیلی دیویژنون اشته که الحمدلله رحمان خودش میدونه اتیم خای فهمید کار برش کارش بفایده کار برتون نمیبینیم زیغ نشین. جگرت شما برادرو، جگر شما جگری پوره یک مادر رای. خب منم به مثل جگری یک مادر یک پورشم. همون مادر هر دش ما تر با کدام او درد عذاب بدنی آور چی دیدن ایما تو هیچی. خب ترا رحمانوف مجبور میکنه برادر عزیز
همین کار ابک مرا رحمان مجبور میکنه بخدا اون پاتا میگم شما کار به عقل نک اون میکنه خب اون میکنه تو میگو بگومش پات را میزنه میگو دشمنت که میگو نمو وز میگو من رکلامش میکنم چخیلم حالش میخنده او رنگ خطون دیوانه های میگه دوای شما کار ما را آسان کردین اینا موقع همه یک از